سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شدی باشد. بلاگ ما سر میشه اینمی پیش براتچوها بسیار نویستن که بسیار ترمی براتچوها تنسیون کنید نبینیم برای شیر خرید چه میکنن. ویدیو کم طرح خیریاتر اومده گه دوستان عزیز. ما در درونی اوغلمی براتچوها که شیر میخورن افتاو میگیرشونه بیرون نمیبروریم. همین در دوری اوغل شیر میتیم، در همین دوری اوغل تاگی پوشونه توزه میکنیم، سبوس میتیم و آوشونه میمونیم. همینجا میسته شب روزای یه ده هفته نشون قریب خیلی می 20 روزه شون باید بیرون میبروریم شونه ده بیاد هوا گرمه وقت شیره میخورن بیرون میبرورن وگون علف سوزه که خورن با شکندر باشه. چون با شیره چپر میتونه روز نمیتیم استانو های بلو نمیشه زیبا شخصی شخصی من بلیتی رو خیلی Мама, барашка, барашка. باید نگاه برو. وای میتم یاده میم برو میگوشن اندشون نمی قاگلاف چیندم بزی چودا میتم بر چودا وای دادم سبوس دادم و بزی چودا و برای تو وردم خوب همه شما دیستنک می علافا خشرواق میخرن علاف خوردوره خشرو میخرن نبینید چه خشرو خوردستن نکی همی فیلشون بیزی بس ماگ میکنن میاد دا میگیرن علاف بیزید میکنن. دوستان عزیز نمی قربانی های نصیب کردگی باشه ایده قربانی میکنیم شه خیلی روز نمونده قربانی را اوسا نمیمونند سیون کنید 2 سال شدگی ای سیرکه اوسا همه کسا بیاین دوستان عزیز برا خواه سویده ساعت 8 میشن دیگه علف چری هم نمیبروین دیگه.
دوستان عزیز ما بانکورا نمیخواد پار میگیرم در منطقه پزر تاگشتا دکچشه و بالوشه یک تاشا میگیرم بانکورا میخواد پرو میمونم یک 5 minut بره میسته و گرفته دیگراشم مونده گرفتار میگیرم من میخواد میکنم بانکوما شکر انداختم شما اگر شیرین تر خواهید شکرش بسیارتر اندازیم من یک استکان نمیخواد استکان ده استکان همگی 13 قاشق کلان میبره من نمی استکان که یک تا همش انداختم دوستان عزیز حاضر من یک قاشقچه لیمونی کسلاته میگیرم همش کم کمکی میندازم من هم خیلی تیار میکنم دیگر را نمیدونم این لیمونی کسلاته دوستان عزیز حاضر باشه یک قاشقچه میگیریم بسیار نه یک قاشقچه میگیریم همش تقسیم میکنم نمیخواد گرفتم لیمونی کسلاته حاضر نشان میدیم که چند قایی میندازم کم کمکی چخله که گفتم یک قاشقچه را من 7 بانکه تقسیم میکنم آی جوش آمده گیریم میندازم و محکم میکنم دهنکورم من جوشونده استم خیلی یگان وای نیسته که دوبار سه بار آوش علیش کنم میخواه او میجوشونم و چپا میکنم در بانکو را محکم میکنم بانکه را هم خیلی موندم با یگان ادیولگ روشونه میپوشونیم تا خنک شیدن این بانکه میستده تا ادیول دوستان عزیز نگین که بانکاتون چیرکینیه تازه های ما شاود وای بانکه کلیستم اینم خیلی داغ میزنه بعد که اویش مرا نمیدونم اوی ما هم خیلی بانکه را که هم قدر میشوی با هم خیلی داغ میزنه دوستان عزیز بانکو ما محکم کردم اینمی خیلی با کرشکشون پرو میمونیم بینین در رنگش بروم از سرخش روشید 7 دونه بانکه نصیب باشه اوزی بلوشتا کرپچه را میپوشونم تا امی بانکو خنک شیدنه ایتای کرپا نمیگیریم وقتی خنک شید ایتای کرپا گرفتیم بس سر روشونه توزه میکنیم بعد برده در پدوال میمونیم جای خنکی ده دوستان عزیز کمپوتای منم خدام گرفت حاضر من رستکی نموندم شون نصیب باشد حاضر هم ماشم خیلی تنهاشون توزه میکنم ببین چه سرخی خش روشتم یا خیلیشتا بسیار انداختم یا خیلیشتا کم حاضر یارا توزه کرده میشم یارا زمروزکه میکنم نیوشه قریب 5 کیلو باشه 6 کیلو باشه خیلی میبینیم اوزی توزه کنم بشم یا زمروزکه میکنم یا که وارینی کنم کمی بد میشه خیلی یک بانکه دو بانکه هم برای زمستان برای صلفه و گری بسنده های با کم پیرک من میتیه خونه او را حکیم یک درست شیرک میریم نصیب باشه یکی پگه نونی گرمه کنم میرم و میگه که فقط اومدین مده یک تا دو تا نونی گرمه بیارین دیگه هیچی در کار نیسته این مالینو را شتم توزه کردم همشه میخواه یک لیستی کلاوشید نصیب یارا وارینی میکنم بیاد مالینوی خوشرو همشه جوشانده مونده بودم ابیتی نمی تا اوی و کمپوتر جوشیدنه نمی را تیار کردم سالاد تخمه و سبزی جوشاندگی کارتوشکای جوشاندگی بعد گاروخ ایشه باشه دخترم ریزه کرده سایسکوشه خیلی کیفوردهش هم خیلی ریزه کرده گوشتی مرغم نداشتیم راستی خیلی سایسکه ریزه کرده از این نمک کرده میمونم بعد سحری ماینز میکنم اینم خیلی سلطه را نمک کرده کمتر یک جویا کردم بعد سحر ماینز میکنیم اینم خیلی سلطه تیار شد از باشه خلادنی ده پوشنده میمونم این سالما بودرینگ کرده بودم نشده بود این بودرینگ را شوهر مخونه یشینشون آورده
خیر دوستان عزیز تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانتان باشد.